ولی برای چی مرد نصرانی زن مسلمان گرفتن درست نیست؟ به خاطر آنکه ببین اسلام و بزرگی شدیم که ما با عقیده اینها با دین اینها اگر کتاب اینها از زمان قرآن آمدن منسوخ شدیم. خداوند در قرآن میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. خدا میگه کسی نوابسته تاجیک عرب گروزین ارمیان چیزی باشد غیر دین اسلام اگر قبول کند غیر دین اسلام قبول کند من او دین از او قبول ندارم. من قبول ندارم. با الله چی میگه؟ و هو فی الاخره من الخاسرین. کسی غیر دین اسلام قبول کند هر آینه از زمره آدمایی است که در جان خودش جهل